دختر داشت توی مسابقه پرخوری شرکت میکرد. اگه میبرد $300,000 جایزه میگرفت. درست لحظه‌ای که داشت مسابقه رو میبرد، صاحب رستوران جلو پرید و غذای جلوشو برداشت. اون گفت غذاهای دریایی آلوده به فاضلاب رادیواکتیو شده و خوردنشون خطرناکه. همون لحظه دختر سرش گیج رفت. بالای سر مرد یه ردیف عدد ظاهر شد. بالای سر بقیه آدم‌ها هم همینطور. صاحب مغازه ترسید نکنه برای دختر اتفاقی بیفته، برای همین $1,000 غرامت بهش داد. دخترم خوشحال شد و پول گرفت و رفت. بعد رفت داخل مغازه‌ای که بلیت بخت آزمایی میفروخت. یهو فهمید میتونه ببینه که هر بلیت چقدر جایزه میده. برای همین هر بلیتی که میدید برنده میشه رو خرید. وقتی همه رو خراشید جمعاً $830,000 برد. پول رو گرفت و سریع از مغازه زد بیرون. روز بعد رفت توی مغازه عتیق فروشی. پشت ویترین یه گلدون خوشگل دید. فروشنده بهش گفت $200,000 میشه. دخترم فوری قبول کرد. یه مرد پولدار که اونجا بود بهش طعنه زد و گفت $200,000 دادی برای این آشغال؟ اما دختره میدید که این گلدون 100 برابر بیشتر ارزش داره. به صاحب مغازه گفت بعداً پشیمون نمیشی که فروختیش؟ فروشنده هم فوری قرارداد آورد تا امضا کنه. همه فکر کردن دختره سرش کلاه رفته، ولی اون بازم گلدون خرید. اما وقتی همه دقیق‌تر به گلدون نگاه کردن فهمیدن این یه گلدون معمولی نیست. کارشناسا گفتن حداقل $30,000,000 میارزه. فروشنده تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده و خواست گلدونو پس بگیره، ولی دختر قراردادو بهش نشون داد. فروشنده گفت باشه میخرمش. دخترم گفت $200,000,000 میفروشم.